یکی از موضوعات خیلی مهم افسردگی است. این که افسردگی چی است و چگونه ما امروز سرزچار میشیم. با بحث بیشتر جناب محترم دکتر احمد علمیار با ماست. دکتر صاحب سلام بر شما، صبحتان بخیر. علیکم السلام و یک سلام خاص بر شما و یک سلام خاص بر بیننده های عزیز. خدا کنه که صبح به خوشی و خوبی و به بسیار آرامش آغاز کرده باشه و متباقی ساعتهای روز هم به خیلی خوشی و خوبی سپری بکنن و من خرسند هستم که باز هم در خدمت است. دکتر صاحب افسردگی چی است؟ سوال خیلی خوب است. بحث افسردگی یا دپرشن بسیار یک بحث کلان و یک بحث بزرگ است و بسیار یک موضوع مهم است. یکی از اختلالات بگوییم یا یکی از بیماری های روانی یا مغز اعصاب ما است که دامنگیر همه اشخاص و افراد میشه. افسردگی میایم خود افسردگی در کتاب ها، در مقالات و در یک تعداد اشخاص افراد از خود آمدن، معرفی های مختلف گرفتن برش، متفاوت تعریف شده. اشخاص آمدن در خود نشانه های یافت کردن، اظهار نظر کردن، آمدن احساسات خود بیان کردن. امروز ما و شما امون نشانه های افسردگی را میگیم که در یک شخص به وجود میآید و نشانه های مهم و اساسی است و ما میتونیم بگوییم که فرد به افسردگی یا به این مشکل دپرشن مواجه است. خب چطور بفهمیم؟ ما میگیم هرگاه یک شخص به شکل شدید غمگین بود، به شکل بسیار شدید غمگین بود، صحیح نه؟ غمگینی شدت داشت یک و به این شکل نیست که صبح بخیزه غمگین باشه، دلتنگ باشه و طرفای بعد از چاش دیگر پس آرام شود. این را ما افسردگی گفته نمیتونیم. افسردگی غمگینی بسیار شدتش زیاد باشه یک و شخص یا فرد برش در بسیار گپای اندک، در بسیار عکس العملای اندک گریه برش بیاید. گریان به حساب گریه به مورد که برش میگیم و شخص به حساب دیگه بعد از این که برش گریه به مورد رخ میته، احساس گریه برش میایه، بی علاقه میشه. دکتر صاحب که بعض اشخاص سن سالش که بالا میرم زود گریه میگیره، هم دلیلش افسردگی یکی از علت افسردگی است. بله، دلیل عمدهش افسردگی است. اونایی که غمگینی شدید دارن، گریه های بی مورد هر چیز گریه میکنن، بی علاقه میشن، علاقهش با هر چیز کم میشه، در خوراکشان، در خوابشان و در وزنشان تغییرات میآید. اینا یا زیاد میشن یا اینا میشن کم. این اشخاص هم ما میتونیم بگوییم که این اشخاص افسرده است و اینمی نشانه هایش اضافه تر از 2 الی 6 هفته سپری شود. بله، اینجا خیلی مهم است. از 2 الی 6 هفته که اضافه تر شد ما میگیم مریض یا فرد یا شخص دچار به افسردگی شده. دلیلش چی است که یک شخص میره به طرف افسردگی؟ افسردگی 2 دلیل داره. یکی دلیل ژنتیک است، ساختار است. ما به وراثت میاریم. از یک مادر افسرده به دنیا میاییم. یک دلیلش دلیل محیطی است. ما در محیط‌های افسرده چوب آرام فعالیت داریم. مثلا خود اطرافیان ما، دوستای ما افسرده هستند، ما را هم افسرده میسازه. 2 دلیل عمده داره. یکی ژنتیک میتونه شده، یکی محیط میتونه شده. یکی دکتر صاحب یگان موضوع است که بعض اشخاص ازش میترسن و او باعث میشه که تو رو بری به افسردگی. مثلا کسی هست از مسافرت میترسه. بله. یک غربت چی رابطه داره با افسردگی؟ چرا وقتی که نام غربت گرفته میشه در پلیس استرس، افسردگی، استراب اینا؟ ما میاییم بحث افسردگی، بحث استراب و بحث استرس بحث های خیلی جداگانه هست. مثلا استراب فرد یا شخص خیلی نگران است، دلهوره داره، ترس داره، خودش احساس میکنه، فکر میکنه که یک حادثه میشه، یک کار حتما میشه، بسیار دلهوره داره، ضربان قلب زیاد میشه و حلقش خشکی میکنه، تغییر رنگ برش ایجاد میشه، دست پاچه میشه. در کل آدمای افسرده چوب آرام، بی مزه، بی خیال، بی غم، در محیطای سر صدا، در محیطای که ازدحام از ببرش، بی اعتناس، اصلا ارتباط با محیط نداره. غربت نقش بسیار بلندی را یا بالای روان ما داره. روان ما را نارام میسازه، خراب میسازه.
اشخاصی که در خانواده پر جمع و جوش و در خانواده که تعدادشان زیاد است، اینا زندگی کردن به یک بارگی میرن به یک مسافرت. این بله. طبیعی است، این طبیعی است که به فاز دپرشن میره یا به فاز افسردگی میره. این اشخاص، این افراد به یک مدت موقت در او فاز می باشه، یعنی در او حال و هوا می باشه. اگر این اشخاص از این حال و هوا خارج شد، ما نمیتونیم بگیم فرد افسرده است. اگر دیدیم دمو فاز ماند و رفت دمو فاز خیلی میره پیش، ما میگیم شخص مصاب به افسردگی شده. و مشکلات که افسردگی را بدون از اینکه بالای روان ما را خراب میکنه، بالای جسم ما چی طبعا میکنه؟ طبیعی است. خوراک ما را خراب میسازه، خواب ما را خراب میسازه، سیستم هضمی جیای خراب میسازه، سر خود رشد مغز، مغز نقش بسیار اساسی خود داره. دپرشن، افسردگی، بله. وزن ما را تغییر میده و جلد ما را خرابتر میسازه، دید ما امرایش تغییر میکنه، شنوایی تغییر میکنه. خود مشکلات روانی سیستمیک یا میاید داخلی فعالیت میکنه، میاد تمام اعضای ما را درگیر میسازه و برش مشکلات ایجاد میکنه. درسته. شما چند دقیقه پیش گفتید دکتر صاحب که اضطراب، استرس و افسردگی با هم فرق دارن. فرق اینا چیه؟ آدمایی که اضطراب دارن، آدمایی که مضطرب است، انزایتی که برش میگیم، انزایتی. بله. او اشخاص زیاد آینده هستند، وابسته آینده هستند، نگران آینده هستند. از آینده میترسن. کاملا. هر آن چیزی که برش چیزی که برش اتفاق میفته 10 دقیقه بعدش بله. بسیار نگران است. آدمای افسرده یا آدمای دلتنگ اشخاص است که همیشه در گذشته می باشند. همیشه در گذشته می باشند. بین افسردگی و دلتنگی یک مرز است. هر شخص در زندگی خود میتونه دلتنگ شود. بله. اشخاص دلتنگ اما افسرده گفته نمیتونیم. دلتنگی یک پروسه گذری است. زودگذر است. افسردگی یک حالت بسیار دوامدار است. هر شخص افسرده دلتنگ بوده و هر دلتنگ افسرده نبوده. بین اضطراب و استرس میایم. هر شخص مضطرب استرسی بوده، هر شخص استرسی مضطرب نیست. استرس یک پیش قدم یا یک پیش نیاز اضطراب است. پس ما در حالتهای عادی، در حالتها یا به حساب در فعالیت‌های روزمره خود میتونیم که به استرس مواجه شویم در محیط‌های پر استرس، اما ما مضطرب نیستیم. استرس ما پس کنترل میشه، از مکان که دور شویم پس راحت میشیم. اگر ما در حالت‌های عادی در محیط‌ها و ساعات که ساحه مضطرب و پر استرس نیست، ما را استرس میگیره. اونجا باز ما متاسفانه دچار مریضی اضطراب شدیم. یک شخص نرمال چقدر وقت میتونه دلتنگ باشه که ما برش بگیم که مریض نیست؟ بله، کاملا خوب. یک شخص که در کل افسرده میشه یا دلتنگ میشه یا غمگین میشه، اگر اینمی حالات که ما پیشتر گفتیم، روح و روان از این فعالیت از اینا از اجتماع کم کم فاصله میگیرن، اگر اضافه تر از 2 هفته شد، در بعض کتابا 2 هفته میگن، در بعض کتابا 4 الی 6 هفته میگن، ما در کل میگیم اگر اضافه تر از 2 هفته شخص یا فرد در خود امی اعراض علائم دید و اینا زیاد پیش رفت، ما میگیم مصاب افسردگی شده. در غیر از این در یک روز، 2 روز و 24 ساعت، 72 ساعت هیچ ما افسردگی گفته نمیتونیم. حالتهای محیطی ما را نارام میسازه. و راههای بیرون رفت است. ساده ترین راه بیرون رفت از افسردگی یا از اضطراب، اولین کاری است که ما در اجتماع باشیم. خدا با اجتماع مصاب بسازیم، آغشته بسازیم، با دوستای مثبت خود باشیم و کوشش کنیم اشخاص، افراد که منفی فکر است و افسرده هستند از اونا فاصله بگیریم. موضوع خوبه مشارکت این دکتر صاحب. میخواستم این سوالم کنم، دوست یا میشه گفتم سر، پدر، مادر، همین فامیل، کسی که همیشه همراهش میباشی چقدر رول داره در در تمام امراض روانی، خانواده، دوستا، خانم، فرزند، اولاد، محیط کاری، همکارای وظیفوی بسیار یک نقش فوق‌العاده خود داره. اگر ما در محیط‌های خیلی خوب کار بکنیم، ما هر اعراض و علائم و نشانه‌های روانی که داریم برطرف میشه. اگر ما در محیط‌های باشیم که مثلا در خانواده باشیم که از اول اضطراب داشته، مضطرب بوده، نارام بوده، دوستای ما، فامیل، اقارب، اینا ما رو به مو حالت خود میبره. اینا بسیار زیاد نقش قوی و اساسی خود داره. آیا امکان ازی است یک کس در یک محیط باشه که هیچ کس با افسردگی سر دچار نباشه، آدمای بسیار خوشحال باشه و در بین از ای بره و افسرده شود؟ نه خیر، نه خیر.
یکی از علتهای با ژنتیکش میتونه شده که مثلا این همراه خود افسردگی را آورده باشه از قبل، از طفولیت خود. اما ای که در مکان و محیط که میاد که همه ما شاد هستیم، مثبت بین هستیم، یا همراه ما اونم عادت پس میگیره. این خیلی مهم است که در پولیت اشخاص باشه که با خودت انرژی مثبت بتن. زمانی که انرژی منفی میاد، اما روح روان آدم تغییر میکنه. بله کاملا خود شادی یا شاد بودن یا خوش بودن یا غریزه است و غمگینی یا خفه بودن هم یا غریزه است. ما که در محیطای شاد میریم، غرایز ما فعال میشه. به حساب غرایز که فعال شد، هورمونای شادی ما فعال میشه. دوپامین فعالیت خود زیاد میکنه، سیروتونین زیاد میکنه، اندروفین زیاد میکنه. اینا میان ما را شادتر میسازه، ما را خوشتر میسازه. اونایی که خوراک درست ندارن، برنامه صحیح ندارن، وقتی که تغذیه خوب نداشتن، تغییرات در ویتامین و منرال‌های داخلی از اینا میان، این همیناست که هورمون‌های شادی و خوشی از اینا کاهش پیدا میکنه. شخص ناخودآگاه افسرده میباشه، شخص ناخودآگاه چپ آرام است، شخص ناخودآگاه بی علاقه میباشه. علتش فوق‌العاده نمی است. باید که توسیم اوقات درست داشته باشیم. ورزش چقدر رول دارد؟ نقش اساسی را در تمام امراض، بخصوص در امراض روانی، سپورت یا ورزش بسیار زیاد تاثیر خود داره. سیستم دوران خون به گردش میاد، متابولیسم صورت میگیره، تبادل گازات صورت میگیره، ما اکسیژن کافی را میگیریم و کربن دی اکساید اضافی را از وجود یا از عضویت خود خارج میکنیم. بسیار یک تغییرات فوق العاده خوب به وجود میاد. شخص و خستگی، دلتنگی کلش برطرف میشه. خب ورزش دکتر صاحب، فعلا مثلا خانم‌ها نمیتونن که ورزش کنن، درست است؟ همگی نمیتونن کلب بره. منظور شما ورزش فقط کلب بود یا میشه میره کمی؟ حضرت صاحب معزز، ما باید ده هیچ وقت به خود بهانه نیاریم. باز بخصوص امراض روانی نمیتونیم، ما نداریم، نونش پس کنیم میتونیم. ورزش هیچ نگفته که تو باید جیم بری، تو باید کلب بری، تو باید بیرون بری. ورزش ما میتونیم در اتاق 2x2، 1x1، 3x3، در صحنه‌ولی، در یک دهلیز، در هر جا انجام بدیم. ورزشی نیست که ما باید صدها کیلومتر بدویم، 50 کیلومتر بدویم. ما میتونیم جای در جای حرکات است که ما جای در جای انجام میتیم، تغییرات متابولیسم صورت میگیره. خانم‌ها میتونن در خانه، در محیط، در هر جای ورزش خود بکنن راحت. این بهانه را باید نیاریم که والا ورزشگاه ها بند است، کلاب ها اینا بند است. یا وقت ندارم، یا ما وقت باید پیدا بکنیم. ما شما باقی کارهایی که وقت داریم باید به صحت خودم نیم ساعت وقت پیدا بکنیم. کمترین وقت برای ورزش نیم ساعت است دیگه، بس ماست. اگر ما به شکل روتین ورزش نیم ساعته داشته باشیم، ما هیچ وقت اول مریض نمیشیم، باز بخصوص امراض روانی هیچ وقت دامنگیر ما نمیشیم. چیز به نام ورزش ذهنی هم است؟ چطور نیست؟ اینمی آرامش، اینمی تفکر، همی که در یک محیط آرام میریم، محیط ما کاملا آرام میباشه، اینمی جا که ما یک آرامش میکنیم، میره ما میگیم یک ورزش ذهنی و مغزی. اینمی خواب خودش یک ورزش ذهنی و مغزی است. آدمایی که خواب مثلا درست صحیح ندارن، اونا مشکلات روانی دارن. چند ساعت باید خواب داشته باشن؟ نظر به سن سال فرق میکنه. در جوانا باید از 7 ساعت کم نباشه و از 9 ساعت اضافه تر و بیشتر نشه. در جوانا کم خواب میکنن، درست است؟ تا وقت شب بیدار بودن، صبح از خواب زود خیستن. چون مثلا ما شب تا 1 بجه شب بیدار می باشیم، بعدش هم صبح وقت نماز خوانده بر طرف وظیفه. این چقدر برای روح و روان شخص تاثیر داره؟ اول اگر ما بگیم چرا تا 1 بجه بیدار باشیم، اینم چرا باید جواب شو پیش خودمانه. چرا اگر برنامه داری، کدام وظیفه داری، مشکل نیست. شب فعالیت تبکو به وظیفت برس، صبحش بخواب، مشکل نیست. اما ای که ما میایم بی مورد در واتساپ، در یوتیوب، در سوشال میدیا و در فیلم ها و در اینا خود مصروف میسازم یا بی جای بیدار هستم، می نمیشه که ما بگیم ما ولی از طرف شب بیدار میمونم. تو کوشش بکن زود خواب و زود خیز باشی. افراد که زود میخوابن و سحرخیز خوب هستن، آدمای خیلی بشاش، خیلی آدمای پر انرژی میباشن. و تشکر. به عنوان آخرین سوال دکتر صاحب، کسایی که افسرده هستن در آغاز کار از کجا شروع کنن تا کم کم آهسته آهسته از افسردگی از یالت برن؟ افسردگی کس از خود فاز داره. اگر ما در فاز ابتداییش یا در مرحله ابتدایی می باشیم، میتونیم از یک دوست خود، از یک رفیق خود، از یک روانشناس، از یک دکتر کمک بگیریم، ورزش بکنیم، به خود یک برنامه خوب بسازیم، خود مصروف بسازیم. اگر دیدیم که در مراحل پیشرفته اینا بود، باز ما از دواها و اینا کمک میگیریم، پیش دکتر میریم که افسردگی ما تشخیص شوه. ما چندین نوع از افسردگی داریم، نوش معلوم میشه، دوای مخصوص داده میشه، ما کاملا خوب میشیم.
همه امراض روانی قابل تداوی، قابل درمان و قابل کنترل است. با خیر سلامت باشین. تشکر از اینکه با ما وقت دادین دکتر. سپاسگزار هستم از شما، خرسند بودم که همراه شما بودم. خیلی خوش بخیر گذشت. باشین. تشکر از سلامت شما. باشین. تشکر از شما.